کانال رو عوض نکنین، خوب جای اومدین. همینجاست جواب مشکلات، اینجاست. اونایی که نگران سقوط بشار اسد هستین که بعدش چی میشه، جواب اینجاست. اونایی که از سوت و کور بودن تظاهرات روز قدس ترس براتون داشته، درمون ترستون اینجاست. اونایی که جنگ و دعوای مسئولین نظام و مقام عضو تو دلتون رو خالی کرده، اینجا دل تو دلتون میذاریم. جواب کلیه مسائل استراتژیکی و تاکتیکی تضمیندار 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در چهارراه استراتژی. صاحب کابینم ناکس بذار کنار، پیاده شو با هم بریم. تو که همه کیفیت ما رو مصادره کردی برای برنامه خودت ناکس. یک کلمه اسم دکتر بزن بهادر، دارنده تصدیق پایه 1 بین‌المللی، زننده هند رو کردری که خودش زده، بالابر هیدرولیکی که در مساف با پولاد سرد 150 کیلو دو ضرب و بدون دوپینگ میبره بالای سر هر کم میخواد بیاد آزمایش بکنه رو اصلا کجا آوردی تو؟ اون که مفروضه، ولی ما هم بالاخره یه گوشه از این برنامه رو داریم. از تو معرفی هم برو یه گوشه بشین ناکس. همه کارا رو من میکنم، وقت افشو تو میای. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که 2 نفر رفتن دیوار خراب کنن. شب بود، یکی چراغ میگرفت یکی پتک میزد. اولی چراغ گرفت، دومی با هر ضربه یه آجر نصف می آورد پایین. بعدش عوض کردن، دومی که خالی بند بود چراغو گرفت، اولی که مرسی هیکل بود پتک زد، با یه ضربه کل دیوار رو آورد پایین. اون وقت اون خالی بنده گفت صفا کردی، اینطوری چراغ میگیرن ها. آیه دکتر، کسی منکر نقش پتک آسای تو نیست، ولی بالاخره منم یه چراغی دست گرفتم. حتما میدونین که با ارزشترین پول تو دنیا تومنه، چون هم تو توشی هم من. با من پدری کردی. چراغ هم نباشی بالاخره یه شمع پتی که هستی برای خودت، ولی میدونی که از تومن مهمتر یمنه که فقط من توشم. آیه دکتر، یمن رو که تعیین تکلیف کردیم بریم سوریه. من میدونم که شما آمادگی بررسی هر موضوع و مشکل تاکتیکی و استراتژیکی رو دارین، ولی به خاطر بنبست مقام عظمم که شده این نورافکن استراتژی و تاکتیک رو بندازیم رو سوریه و مسائل مشکلاتی که سرنگونی برادر بشار اسد و نظام الهی او در سوریه برای نظام الهی ما ایجاد میکنه. بذار بریم، ما که تصدیق بین‌المللی تو جیبمونه. آیه دکتر، این صالحی پا برهنه وارد این بحث مهم شده، شکاف ایجاد کرد تو حمایت از بشار. بازم اسم صالحی اومد دندونام گزگز کرد. هر وقت میبینمش دست به طرف آسمون بلند میکنم، میگم خدایا کیفیت و فدای کمیت نمیکردی، کمتر خلق میکردی ولی آدم خلق میکردی. ولی فقط حرف صالحی نیست آیه دکتر، سبزلی هم حرفش همینه. اینا میگن یه حرفای دو پهلویی بزنیم که فردا که بشار سقوط کرد یه جاپایی داشته باشیم تو سوریه. قلم پات بشکنه با این تز دادنت. به اندازه کافی جاپا رو عکس مقام عظما و آق محمود و پرچم نظام تو سوریه هست. الان سبزلی رو نگاه نکن که جست میگیره. موقعی که پاسدار بود همیشه از ریش و پشمش آتاشقال آویزون بود. میدونی چطوری میتونستی با یه حرکت 50 تا مگس بکشی؟ نخیرای دکتر، با بیل میزدی تو پوز سبزلی 50 تا مگس میافتادن. آیا دکتر فکر کنم خیلی محکم زدین که یه خرمگس هم که خودش باشه افتاد. این پاسدار بود بهتر کار میکرد. معلومه اگه گاوم باشی در صورتی که جای مناسب بذارنت کسایی پیدا میشن که تو رو بپرستن. آیا دکتر یه نامه داریم با اسم مستعار جل، جواد لاریجانی، داداش اول علی لاریجانی و سل صادق لاریجانی. بله، گفته این محمولای سلاح که برای سوریه میفرستیم همش تو ترکیه لو میره، بیشتر به ضرر نظام تموم میشه. این که نفرستیم که خیلی بهتره با این اوضاع احوالی که تو سوریه هست. اولندش اینا که لو میره از 10 تا یکیشه. دومندش خب آدم وارد بفرستیم که لو نره. همین وحیدی رو به جای که بذاریم وزیر دفاع که میمون بفرسته آسمون، بذاریم بره دنبال همین کارهای قاچاق. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که پلیس جلوی ماشینا رو گرفت، گفت چرا قرمز رد کردی؟ مگه ندیدی؟ یارو گفت چرا؟ چراغو دیدم، شما رو ندیدم. روشن شد یا یکی بفرستیم که پلیس رو ببینه برات. آیا دکتر من بحث استراتژیک شما رو فهمیدم ولی این مثال رو نفهمیدم. تو هم که همیشه قسمت سختش میفهمی، تو قسمت آسونش گیرپاچ میکنی. یارو شوتر رفت رستوران سطح بالا که از اون غذاهای عجق بجق میفروختن، گفت غذا چی داری؟
آرسونه گفتش که لامبروزی و فورته دوناسیمنتو با لیمو. شوته سرشو خارود گفت عجب اسم سختی بود. گفتی لامبروزو فورته دوناسیمنتو با چی؟ آی دکتر میخواین روشن کنین؟ نه خیر پس فکر کردی برای چی دستو میبرم بالا وسط برنامه؟ فکر کردم تو هم نوزادی مثلا شیرتو خوردی حالا میخوام بزنم پشتت آروغ بزنی ببرم بخوابونمت. آی دکتر جوابتون منو متعجب کرد. شما ساله‌ای و سبزعلی رضایی رو فیتیله پیچ کردین ولی به جول این جواد لاریجانی چیزی نگفتین. خدایی نکرده هم بر با شعوری این که نباید کرد. بابا این کجاش با شعور شده تو عمرش؟ جواب تو سربسته میدم. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که شوته سوار تاکسی بود، یکی از مسافرها پیاده شد در رو محکم بست. راننده گفت خر بیشعور. یک کمی جلوتر بعدی پیاده شد بازم در رو محکم بست. بازم راننده گفت خر بیشعور. نوبت به شوته رسید، با دقت آهسته در رو بست. دید راننده داره نگاش میکنه. شوته گفت چیه؟ خر باشعور ندیدی؟ روشن شد یا در رو محکمتر ببندم تا برات روشن بشه؟ روشن شد آقای دکتر. آخرین و مهمترین سوال اینه که مقام عظما که راجع به همه چی از جنگ و دعوای مسئولین تا حرفای کشکی آقا محمود مینالن، چرا یه بحث مبسوط راجع به ضربه سنگین به نظام به خاطر وضعیت سوریه نمی‌کنن آیه مرحوم دکتر عوضی بهادر؟ همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که آدم از دردهای کوچیک میناله ولی وقتی ضربه سنگینه لال میشه. من خودمم اینو توی رینگ بوکس با گوشت و پوست که نه ولی با پک و پوزم احساس کردم. نفهمیدم آیه دکتر بزن بهادر، شما به مقام عظما میگی لال؟ من کجا یعنی گفتم لال؟ ایشون من نمیتونه ضربه حرف می‌زنم. بزنه آیه دکتر بزن بهادر؟